آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ H2O را میفهمی؟ چی مانا؟ چرا تو هست و چرا او هست؟ ایره کس نمیفهم، باز میگه والا صاحب من کیمیادان هستم. دروغ میگه. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم. از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتاب های شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بگی برو یک کتاب کیمیا بخر، او میره کتاب ادبیات میخره؟ خب میره باش میگه بیادر کتاب